کار گروهیه که رابطه خود انسان و پیکره و خود شهره. توی این فضایی که وجود داره ما از حجم، نقاشی، عکاسی از آرتیست‌های خیلی بزرگ و مطرح داریم که خب خوشحالیم که توی این نمایشگاه کاری از عرض بکنم هم معمارایی داریم که هنرمندند، هم نقاشایی داریم که این دغدغه‌مندی رو دارن. ما دنبال این هستیم که هر دفعه به دنبال یک مفهوم بریم و این مفهوم رو میشه از نگاه هنرمندا بهش توجه کرد. این مجموعه تقریباً تحت عنوان پیکره بشر یک نگاه اجمالی و مفهومی داره به ارتباط بین فرم و نگاه فیگوراتیو و شهر که حالا هر شهر متناسب با فضای معماری خودش و پوشش انسان ها میتونه یک ارتباط بصری، میتونه یک نگاه، یک مفهوم رو پیوند بده که به نظرم توی این آثاری که انتخاب شدن تقریبا این پیوند و این هماوایی تونسته خودش رو نشون بده. نمایشگاه هفت‌روزه است، از 2 تا 9 آبان ماست که افتتاحیه ما فردا جمعه 2 آبان ماه ساعت 4 بعد از ظهر تا هولوش 8 این برنامه افتتاحیه رو داریم. منتها روزهای دیگه از ساعت 10 صبح تا 7 بعد از ظهر.